صدا؟ درود مالا جون. سلام، خیلی خوش اومدین. متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. خواهش میکنم. مرسی از دعوت شما. قربونت بشم. امروز رو اسم اپیزودش رو گذاشتیم دوره همی، چون من هیچ چیزی واسش پیدا نکردم. مثلا ایونت پلنینگ، ایونت منیجمنت، نمیدونم ارگانیزیشن، کوردینیتور، هر جوری بخوایم اسمش رو بذاریم تو فارسی بهترینش واسه کردم دوره همی، چون اکثر ایونت ها با همین هدف و از دیدگاه من با همین هدف و با همین ظاهر هستم. یکم از خودت واسمون بگو، از کجا شروع کردی، چی شد که کاری که امروز میکنی انجام میدی و به موقع چی کار میکنی، چی خوندی؟ خب من از چی خوندی شروع میکنم. از چی خوندی؟ من رشته دانشگاهی معماری بود و خب خیلی مرتبط نیست، یکم نزدیکه ولی خیلی مرتبط نیست. و زمانی که توی دانشگاه بودم، فکر میکنم ترم سوم اگه اشتباه نکنم، قبل از اینکه وارد دانشگاه شدم فکر میکردم که خیلی این رشته رو دوست دارم و این دقیقاً اون چیزیه که من دلم میخواد. تصورم یه چیز دیگه بود، ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم و یه سری از سرفصل‌ها رو که میخوندم به این نتیجه رسیدم که اصلا این فضایی که من دلم میخواد نیست. من دنبال رنگم، دنبال چیدمانم، دنبال یه چیز دیگه‌ام و خب هیچ وقت همین باعث شد که هیچ وقت توی رشته خودم کار نکردم راستش. و خیلی خیلی اتفاقی وارد این کار شدم از طریقی که از دوستانم که از دبی اومده بودن و اونجا کار ایونت پلنینگ انجام میدادن و میخواستن که این کار رو اینجا هم ادامه بدن. من اول به عنوان اسیستنت باشون همکاری میکردم، خیلی چیزای زیادی یاد گرفتم. چند وقت اسیستنت بودی پیششون؟ 2 سال و ایونت های خیلی خوبی برگزار کردیم در کنار هم دیگه و خیلی چیزای زیادی یاد گرفتم تا بعد از اینکه یه جایی به این نتیجه رسیدم که دیگه برام خیلی ورودی یادگیری بیشتر از این نداره به عنوان یک اسیستنت و یه خود دیگه باید تجربه‌های جدید کسب کنی. آره خودم باید کار کنم. اولش خب یکم ترسناکه، یکم چون همش یکی هست حالا راهنمایی کنه کمک کنه. دقیقاً. و در حالت عادی این کار پر استرسی هست و اینکه تو بخوای یهو جداشی و بری خودت به تنهایی انجامش بدی شاید یکم پر استرس تر هم بکنه و ترسناک‌تر کنه این قضیه رو. ولی انجامش دادم و خیلی خوشحالم که شروع کردم. تقریباً 7 سال شد. خسته نباشی. ماشاءالله. خیلی ممنونم. مرسی. انشالله که در ادامه هم همیشه موفق باشی. حالا رشته تحصیلیت هم به نظر من خیلی فاصله نداشتم، بیشتر اون طراحی‌ها، چه ساختمون نسازی، ولی طراحی‌ها و نمیدونم رنگ‌ها و غیره. یه جوری بود که انگار البته که من بابتش پشیمون نیستم و بابت اون سالها، به خاطر اینکه انگار یه مسیری بود که باید منو میرسوند به اینجا. دقیقاً. بالاخره اونم میگم خیلی غیر مرتبط نبود ولی خب پکیجینگش اون چیز اصلی که من دلم میخواست نبود. این نکته رو خیلی دوست دارم بگم که اینکه 2 سال اسیستنت یه نفر بودی و حالا بعدش خودت شروع کردی و حالا به هر جایگاهی که امروز هست رسیدی، خیلی دنبال اینن که یهو تبدیل بشن مورال امروز و این مسیره رو نمیخوام برن. میخوان یه شبه اینو برن. حالا ما اینو با مهمونای دیگه‌مون هم اشاره بهش کردیم و فراموش میکنیم که تا به یه جایی بخوای برسی باید به قول پدرم همیشه میگه خاک کارو بخوری. آره دقیقاً. من زمانی که این کارو شروع کردم به عنوان اسیستنت، شاید باورت نشه که وظیفه‌ای که داشتم این بودش که توی جلسه ها حضور داشته باشم و چون آدمی بودم که هنوزم هستم خیلی مرتب مینویسم و خیلی برنامه‌ریزی میکنم برای همه چیز. وظیفه‌م این بود که فقط تو جلسه ها حضور داشته باشم و در اصل اون برنامه‌ریزی رو انجام بدم، نوت برداری کنم. همین. خیلی آروم آروم وارد این شدم که خب حالا تو بیا توی مرحله اجرا هم یه کاری رو انجام بده. مثلا چه کاری؟ شاید مثلا یه ستاپ یک میزو به من میدادن و میگفتن که خب این میزو این میبینی ستاپش این شکلیه، ما نیم ساعت دیگه از تو این 10 تا میز دیگه رو با این ستاپ میخوایم. دقیقاً. اینطوری پله پله شروع شد تا جایی که دیگه آره میتونستن بگن که مثلا مارال تو این کارو بکن، تو مثلا اینو کلا دستت بگیر و قشنگ دیگه همون باعث میشه که تو حس کنی دیگه همه زوایاشو بلدی. از یه جایی به بعده که شما مطمئن، یعنی این اعتماد به نفسم کم کم به وجود میاد وقتی اسیستنتی که یه ذره خب من حالا بعد از نمیدونم 1 سال و نیم تکرار این کار یاد گرفتن دیدگاه‌ها و دیدن‌های مختلف کم کم میتونم موافقم خودم یک ایده‌ای بدم و یک مسیری رو برم. دقیقاً. دوست دارم درباره این صحبت کنیم که اصلا ایونت چیه، دوره همیایی که اتفاق میفته بین کسب و کارا، اصلا چرا کسب و کارا نیاز دارن که این ایونت ها رو برگزار کنن،
و چه اهمیتی داره واسه شون، چقدر نیازه که این ایونت رو برگزار شه و چقدر ترند شده امسال. خیلی زیاد. مثلا ما داشتیم روزایی که 3 جا میرفتیم 3 تا ایونت مختلف رو بتونیم بریم. آره. ببین یه چیزی که هستش اینه که ما قبلا هم داشتیم ایونت ها رو راستش. خب کووید زمانی که این اتفاق افتاد یه خورده این قضیه رو کمرنگ کرد. بعد از کووید یه خورده کلا بیزنس ها اصلا یه سریاشون نابود شدن متاسفانه و الان جدیداً من دارم میبینم که خب خیلی بیزنس ها دارن زیاد میشن. یعنی هر یک نفر توی حالا هر فیلدی داره سعی میکنه که کارآفرین باشه تو هر فیلدی و خب بحث ایونت یه چیزیه که خیلی میتونه خیلی قشنگ میتونه کار تو رو پروداکت تو رو پرزنت کنه و به همین خاطر به نظر من که همینجوری رفته رفته داره هی زیاد میشه و باعث خوشحالیه. میدونی من خیلی دوست دارم که الان که میگی 3 جا 4 تا 5 تا خیلی خوب داره زیاد میشه. فقط یه چیزی که برای من یه خورده جای فکر داره اینه که شاید آدما و شاید حتی بیزنس ها و برندها خیلی دید درستی نسبت به ایونت ندارن. میدونی این که تو بخوای فقط صرفاً یک چیزی رو لانچ کنی، حالا اون برندته یا یه افتتاحیه خیلی ساده داشته باشی، اسمش ایونت نیست و اینو داریم خیلی زیاد میبینیم که خب به چه اسم فاکتورایی ایونت باید نگاه کنیم وقتی که میخوایم ایونت ران کنیم؟ ببین من نسبت به تجربه خودم اینو میگم. ما اولین کاری که میایم میکنیم توی یه ایونت اینه که اول میایم اون برند، اون فرد، اون چیزی که اصلا قراره که حالا قراره معرفی شه، قراره که اون ایونت قراره حول محور این بچرخه رو ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم که اصلا چیه، چه اتفاقی میخواد بیفته، آیا میخواد محصولی معرفی شه، آیا میخواد که یه افتتاحیه باشه، آیا میخواد چه چیزی از ما کلاینتمون میخواد. این در درجه اول. بعد میایم میبینیم که خب توی این بازه زمانی که ما برای ایونتمون داریم صرفا ما نمیخوایم که یه گست لیستی از A و A+ یا مثلا گست لیست VIP مون یا اصلا برای عموم آزاد حتی داشته باشیم که توی بازه زمانی آدما بیان و مثلا بدون هیچ برنامه‌ای فقط به همدیگه نگاه کنن و مثلا محصولات رو نگاه کنن و برن. خب این خیلی ایونت ناموفقیه به نظر من. ما میایم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه با توجه به بازه زمانی که داریم و گست لیستی که داریم چطوری میتونیم یه ایونت موفق داشته باشیم که وقتی که میان یک برنامه‌ای براشون باشه. یعنی اگر قراره که یک محصولی بهشون معرفی شه نباید که حوصله‌شون سر بره، میدونی صرفا بیان یه پذیرایی ازشون بشه و برن. به خاطر اینکه توی این ایونت ها، یعنی حول محور این ایونت هاست که بیزنس‌های مختلف با هم آشنا میشن، آدما با هم آشنا میشن، اون چی میگن بهش، نتورک تشکیل میشه و خب آدم آشنا میشن با هم دیگه و هی لول اپ میکنن تو این قضیه. پس ما نمیخوایم بی برنامه باشه ایونتمون. نکته به ذهنم اومد، من خودم اینو خیلی حس کردم. حالا داخل ایران معمولا ندیدم کسی که تایم بندیش واسه هیچ ایونتی درست باشه. یا خیلی دیر میخوایم بریم سراغ همه چی، یا باید بدو کنیم، یا نمیدونم یه چیزی میرسه یه چیزی دیگه نمیرسه. و به نظرم اینجاست که حالا ایونت پلنر باید وارد بشه و دقیقا همونجوری که خود میگی تایم بندی ها رو درست کنه و کارفرما هم باید به نظر من قبل از اینکه تصمیم واسه ایونت بگیره، روزش حتی بگیره، اونجا ایونت پلنر رو وارد کنه. آره دقیقاً. که بتونه اون تایم تیبل رو بچینه و بهشون برسونه. و اینجاست که به نظرم حالا خودت واسمون توضیح بدی که چرا باید کارفرما بیاد سمت مارال یا امثال مارال که دارن کار ایونت پلنینگ میکنن. خب چه پوان مثبتی مارال داره بهشون میرسونه؟ آره ببین یه چیزی که هستش توی این مپ هست اینه که بحث ایونت یا حتی زیر مجموعه ایونت، حالا کاری که ما خودمونم انجام میدیم، ممکنه حتی یه مراسم کوچیک باشه، یه بحثیه که هر آدمی پیش خودش میگه که خب من میرم خودم انجام میدم، چرا که نه، مگه چیه، مگه چی کار میخواد بکنه، یه مهمونه که خودم دعوت میکنم، یه گله که میرم میخرم، یه پذیراییه که خب که من که اصلا تو بحث قبلی هم گفتم اصلا داستان ایونت این نیست، خیلی گسترده تر از اینه، ما میخوایم که یه برنامه خاصی داشته باشیم، ولی میگه که خودم انجام میدم. ولی خب اون انجام دادنه با هزینه خیلی بیشتری روبرو میشن و من همیشه به بچه‌هایی که باهاشون کار میکنم میگم اون کسی که داره یه پرداختی رو به ما انجام میده واسه اون روز، شاید هم بتونه خودش بره تمام این کارا رو بکنه.
بیشتر از این که در اصل اون پرداختیش برای این برگزاری ایونت باشه داره پول آرامشش رو میده. قرار پدرت در بیاد بودو کنی بری اینو بگیری که اونو بگیرم و به جای اونا پدرم دقیقاً با 10 نفرم سر و کله بزنیم. بعد یه چیزی که من میدونم من خودم خیلی چالش دارم این که بتونم چیزی که میخوام انتقال بدم به کسی. مثلا یک دسته گلی میخوام بتونم اون دسته گله رو جوری که میخوام انتقالش بدم. ولی مثلا یه ایونت پلنر یا مارال وقتی میره دسته گله رو بگیره انقدر با این حالا قشر که کار گل میکنن تعامل کرده میدونه که آقا من چجوری بهش بگم که اون آوتکامی که میخوام بگیره. آره دقیقاً به همین شکل چه غذا چه نمیدونم بادکنک یا هر دکور یا هر چیزی هست. آره. اینو دوست داشتم که خودت بازم اشاره کنی بهش. یه نکته دیگه هم که خواستم بگم یادم رفت ادامه بده بعد نکته رو میگم. آره. ببین یکی از بزرگترین مسئله هاش اینه که خب ما قطعا زمانی که خب ما چون خیلی کار میکنیم و با قشرهای مختلف داریم هر هفته کار میکنیم قطعا اون قیمتی که ما یک ایونت رو میتونیم ببندیم با اون قیمتی که شاید یه نفر خودش بره دنبال هر کدوم از اینا متفاوت خواهد بود. همیشه هم متاسفانه داریم کلاینت هایی که فکر میکنن که خب خودم انجام میدم کمتر میشه، خودشون انجام میدن خیلی بیشتر میشه. بله. و این اولین مسئله. دومین مسئله این که من همیشه میگم که توی یک ایونت حالا اون اونر اون کسی که حالا صاحب کسب و کاره یا حتی پرسنلش و باید اون روز خیلی سوبر برن دوششون رو بگیرن، حالشون خوب باشه، خیلی خوشحال و شاد توی اون ایونت حضور داشته باشن که بتونن با مهموناشون تعامل داشته باشن، به اون هدف برسن. چون اصلا داستان ایونت همینه، قراره که معاشرت کنن، صحبت کنن، حالا اگه چیزی قراره پرزنت کنن و خب اگه خودشون بخوام برن دنبال این قضیه از صبح، از روز قبل، از 2 روز قبل برای اون روز احتمالاً خیلی حالشون بده و خستن و نمیتونن تمرکز کنن. پس ما داریم این کارو حالا هر روز مارالو دارم. حالا هر روز من دیگه سر شدم و عادت کردم تا خیلی هم حال خوب میرم، ولی واقعا همینه. و در مورد تایم بندی یه چیزی گفتیم من می‌خواستم اشاره کنم اون موقع یادم رفت. یه نکته کوچیکه ولی جالبه. من نسبت به تجربه اینو مثلا متوجه شدم تو این سالا که مثلا تو اگر که بخوای ایونت موفق داشته باشی بابت تایم، اگر که 50 تا مهمون میخوای دعوت کنی، حالا مثلا یه ایونت پرایوتیه که تو وی آی پی ان مهمونات، اگر که 50 تا بخوای دعوت کنی و به من میگن که خب ما خانم ترین ما میخوایم بذاریم از ساعت 1 تا 5، خب میگم اون ایونت موفقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تو هر 1 ساعت 10 نفر میاد و آدما فرصت این که همدیگه رو ببینن و خیلی ندارن. اگر که تعداد اینطوریه شما بیاین بذارین 2 ساعت و تو این 2 ساعت خب آدما میرسن. بله. یا مثلا میگن ما 150 تا مهمون داریم، 200 تا مهمون داریم، میخوایم بذاریم ساعت 4 تا 10 شب، میگم خب نه بکنینش 4 تا 8 چون شما هفتهتون اوج ایونتتونه، چون آدما از اون ور به ترافیک، از این ور به ترافیک و تو این حالت مگه نمیخواین اون شلوغیه رو، اون تعامل رو میتونین این ساعت بذارین. و خب اینا چیزای کوچیکیه که میدونی تو تجربه به دست میاد. یکی از دلایلی که شاید بهتره که با یک آدمی که ایونت پلنر کار کنن میتونه همینا باشه. دقیقاً درست. حالا همین نکته که یادم رفت، نکته که می‌خواستم بگم همین بود، اینکه ما ایونت ها رو کمتر با هدف مشخص به نظرم شروع به کار میکنیم. میگم اوکی ما می‌خوایم پروداکت معرفی کنیم، ولی بالفرض می‌خوای پروداکت معرفی کنیم، پروداکت یک کاراکتری داره و این کاراکتری که شما می‌خوای برسونی به مشتری تو می‌خوای تو ایونتت پیاده کنی. پس صرفاً اینی که یه پذیرایی بشه و نمیدونم یه به اصطلاح تعامل کوچیکی باشه نیست. شما موزیکت هست، دکورت هست، نمیدونم غذات هست، جوری که با مهمانات صحبت میشه هست، اینکه بچهای کاستومر سرویس، بچهای سرو چجوری رفتار میکنن، همه اینا قرار اون حس و محصولت و اون دلیل اون ایونت رو منتقل کنه. و صرفا اینکه خودت بری ایونت ران کنی فکر نمی کنم که خیلی موفق باشه. خیلی موفق. همون هزینه رو تقریبا میکنی. ولی این تجربه ایونت پلنره که شما رو به اون حس قراره برسونه. دقیقاً. ما حتی یه جاهایی میایم مثلا اگر بحث سر یه پروداکتی باشه، ما میایم بین خودمون، یعنی تو خودمون با بچه‌ها میایم اینو بررسی میکنیم. مثلا مثال میگم همین چیزای کوچیک که یهو یادم میاد و دوست دارم که بگم. آره خوشم میاد من. مثلا ما میایم اون برند رو یکم بررسی میکنیم، میبینیم مثلا رنگ سازمانیش چیه. بعد شاید نکته کوچیکی باشه ولی ما توی گلمون
توی شاید حتی رو گارنیش فینگر فود هایی که میخواد اونجا سرو بشه، حتی اینو بخش جذابش رو دوست داری، حتی رو اونا میایم دقت میکنیم که خب این رنگ سازمانیه بدون اینکه مخاطب بدونه تکرار میشه. attention to detail. آفرین دقیقاً. دیتیل، واقعا دیتیل خیلی مهمه و یکی از چیزایی که شاید یک ایونت موفق رو بتونه باز موفق تر بکنه اون دیتیل است. دقیقاً. اصلا ما خودمون حالا توی بخشی که خودم کار میکردم حالا یا الان میکنم، یه چیزی که من دوست دارم همیشه بهش برسم اینه که من ارزش این attention to detail رو به بچه هم برسونم. آره. و شما وقتی وارد یه کافه یا رستوران یا هر جایی میشید یا تو داخل ایونتی میشی، بله ممکنه تو لحظه اول همه چی عالی گلامرس به نظر بیاد، نیم ساعت که اونجا موندی دونه دونه دقیقاً آیتمو به چشت میاد. دقیقاً اینجا حالا مثبت اینه که چقدر باحال این دیتیل رو به این خوبی اجرایی کرد، بعد دیتیل است که تو ذهن تو میمونه. دقیقاً. چه مثبت چه منفی. اگر همین که میگی رنگ سازمانی تو گل، توی دستمال کاغذی، توی هر چیزی استفاده میشه. آره. از اون ورم اگر کثیف باشه، اگر بد باشه، هر چی باشه، دقیقاً خیلی نکته قشنگی. یه چیز خیلی خیلی خوبی که من از کار کردن با همین دوستم که اسیستنتشون بودم یاد گرفتم و اون موقع شاید اگر به هر کسی میومدم میگفتن که وای این آدم چقدر آدم وسواسیه، اصلا مگه چجوری کار میکنی؟ ولی الان واقعا میبینم که چقدر اون موقع هم دوست داشتم و الان میبینم چقدر درسته. ما سر ایونت ها شاید باور نشه که خب هر کسی مسئول یک بخشی بود، یکی آشپزخونه، یکی بخش کیترینگ و اینا، مثلا بچه‌هایی که اونجا کار می‌کردن و بعد هندل می‌کرد و ما بارها سر ایونت ها یک نفر رو داشتیم در یک پوزیشنی که فکر می‌کنی چه کار می‌کرد. این دم در آشپزخونه وای میستاد و وظیفش چی بود و بابت این حقوق می‌گرفت. هر یک سینی که میومد رد شه وظیفش این بود که تمام فینگر فودا رو اگر کج باشه همه رو به یک سمت بچرخونه که این صاف بره بیرون. و تو شاید میدیدی میگفتی که مثلا چیز مسخره‌ایه، ولی همین باعث میشد که همه آدم‌هایی که تو ایونت‌هایی که ما برگزار می‌کردیم میومدن میگفتن که چقدر همه چیز نیته، چقدر همه چیز تمیزه. اگر یه لکه، خب ما سینیای مثلا آینه‌ای داشتیم، اگر یه لکه میافتاد اون رو دوباره برمیگردون تو آشپزخونه و میدونی این فیلتره وقتی که خروجیش تو بیرون میبینی همه میگن که چون مخصوصا تو بخش پذیرایی خیلی راحته که تو بری راحت ترین چیزا رو بگیری و بذاری رو سینی و بخوای سرو کنی، ولی اینکه خیلی تمیز باشه، یه دست باشه و اون دیتیل رعایت شده باشه خیلی اون ایونتو قشنگتر و تمیزتر نشون میده. همون دیتیلایی که میگم. آره خیلی دوست دارم اینکه نکته‌ای که اشاره کردی درباره‌اش صحبت کردیم attention to detail تکرار بشه توی همه چیزایی که با کاستومر داره انجام میشه. ولی خب میگم چون ایونت ها خیلی زیاد شده، بعد یه سری ایونت ها واقعا شلوغن. چرا؟ خب حالا من خودم به یه دلیلی میرم، دلیل شخصیمه، ولی خب چرا مردم باید شروع کنن ایونت ها رو بیشتر رفتن؟ چرا باید نمیدونم ترافیک تهران رو حداقل داریم در تهران صحبت میکنیم بزنیم بیرون و 1000 تا دردسر و جا پارک و 1000 تا داستان برسیم به یه ایونتی که چی بشه؟ ببین حالا نظر شخصی منه، ولی به نظر من ما اینو میتونیم به 3 بخش تقسیم کنیم، به 3 دسته. اولا این که من به بچه‌هایی که باشون کار میکنم میگم برین، حتما ایونت ها رو برین. زمانی که خودم کار میکردم به واسطه دوستام و آدمایی که میشناختم ایونت زیاد دعوت میشدم و شاید باورت نشه که همه رو میرفتم. ایونت هایی که شاید یکی بهم میگفت اوه تو میخوای مثلا تا لواسون بری ایونت رو، حالا نرو دیگه. مثل کتاب خوندنه، تو وقتی میری همه رو میری، رفته فرق ایونت خوب و ایونت بد، ایونت موفق، ایونت غیر موفق و متوجه میشی. اینو برای کسایی میگم که شاید بخوان روزی توی این هیت کار کنن. آره کاراکتریستیکای ایونت پلنر هم بعدش واسمون بگو. آره حتما. این یکیش. دومیش این که خوبه که ما بریم اگر که حالا دعوت میشیم یا حالا مخصوصا اگر که دعوت میشیم، چون رفتنمون یه جورایی ساپورت میکنه اون برنامه و اون ایونتی که گرفتن. و سومیش که از همه مهمتره این اون نتورک است. تو میری اونجا با آدمای جدید آشنا میشی، ممکنه که کارهای و مشاغل مشترک با هم داشته باشین و کلی خلق فرصت میکنه. دقیقاً کلی آشنایی پیش میاد که تو ممکنه هم برات میتونه دوستی بشه، هم میتونه به کارت خیلی کمک کنه و شناخت آدماست. میدونی یه محیطیه که تو میتونی توی محیط سالم
آدما رو بشناسی توی یک بازه زمانی مشخص. ایونتی رفتی که هیچ ربطی بهت نداشته و خیلی عجیب بوده واسه؟ چه ربطی؟ چه جور نه یعنی به ربطی که به کاری که میکنی یا مثلا مدل آدمایی که اونجا هستن. آره قطعاً. حالا الان نمیدونی ولی اون موقع ها آره میرفتم و همین برام میدونی اصلا همین میرفتم که ببینم که چه شکلیه چه مدلیه و این بعدن رو کار خودم خیلی تاثیر گذاشت. مثلا اگر که یه ایونتی داشتم میخواستن که مهمون زیاد میخواستن دعوت کنن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 250-300 نفر و گست لیستی که داشتن وقتی من نگاه میکردم آدما اصلا به همدیگه مرتبط نبودن. خب من اینو بهشون گفتم ولی هدف اونا این بودش که ایونت شلوغی باشه، یعنی همون این چیزی که میگم اسمش ایونت نیست، تو میخوای یک افتتاحیه شلوغ داشته باشی فقط. و اینو از اون موقع تو ذهنم بود که آدما باید، چون همین که میگم تو میری که بتونی آدمای مدل خودت رو باهاشون معاشرت کنی و حالا توی هر چیزی ممکنه که به هم کمک کنین آشنا بشین، ولی وقتی میری میبینی که اصلا یک چیز قیامتیه اصلا برات جذاب نخواهد بود. آره منم دیدم و رفتم ولی دیگه نمیبینم و نمیرم. واسه اعصاب خودم واسه اعصاب خودم آرامش اعصابم نمیرم و تایمش هم واقعا ندارم دیگه. طبیعتا. خب توی موضوع قبلی من فراموش کردم نکته‌ای که دوست دارم دربارش صحبت کنیم. کسی که میخواد ایونت پلنر بشه باید یه سری حالا اعصاب قوی که توی کاستومر سرویس واقعا باید اعصاب قوی داشته باشه، اون بای دیفالت هست، ولی به نظرت خب اون کاراکتریستیکایی که باید داشته باشه توی حالا شخصیتش واسه اینکه این تبدیل بشه یه برنامه‌ریزی دور همی برنامه‌ریزی دور همی چقدر طولانیش کردی. آره چی باید باشه؟ ببین اولا که اگه اشتباه نکنم حالا دقیق سالشو من یادم نمیاد ولی فکر کنم 3 سال پیش این شغل یکی از شغلای پر استرس در دنیا شناخته شد. حالا مثلا تو لیست 4م بود 5م بود من دقیقا یادم نمیاد. ببین این کاریه که واقعا پر استرسه و روز اجرا فقط پر استرس نیست. قبل یعنی از زمانی که شما اولین جلسه رو داری با کلاینت تا زمان اجرا از لحاظ ذهنی به شدت درگیری و به شدت استرس بهت میده و روزی که میخواد این ایونت برگزار بشه، حالا این ایونت هر اون چیزی که باشه تو هر اشلی، به شدت جسمی و ذهنی رو همزمان تو داری فرسایشی خیلی درینینگ بشی. دقیقاً. پس آدمی که به نظرم میخواد واقعا بیاد توی این حرفه باید اینو در نظر داشته باشه که این قرار نیست شغل خیلی آرومی باشه و اگر چالش دوست داره و اتفاقا جالبه چون تو همش با یک چالشی روبرو هستی، آدرنالیت بالاست کلا. آره دقیقاً. آره. و باید این کاراکتر رو واقعا داشته باشه، بهش نزدیک باشه، چون یک آدم استرسی اگر بیاد تو این کار واقعا خیلی اذیت میشه و سکته میکنه و خروجیش هم شاید خروجی خوبی نباشه. بهتره که یه کار خیلی ریلکس تر رو انتخاب کنه و آدمی باشه که اهل تیم ورک باشه. این کار کاریه که نمیشه یه نفر پیش بردش به هیچ عنوان. توی یک زاویه اگه بخوای بهش نگاه کنی شاید اون کلاینت منو ببینه فقط، خب، و بگه که خب من ایشونو میشناسم، ولی پشت سر من 20 تا 30 تا پرسنله که تو بخشای مختلف دارن فعالیت میکنن و مخصوصا توی زمانی که میخوای ایونت رو برگزار کنی تو نمیتونی در لحظه 5 تا از تو باشه که همه جا باشه، همه جا سر بکشه، همه چی چک دابل چک کنه با همه، پس تقسیم وظایف بتونه انجام بده. پس نیازه که هر بخشی و هر سکشنی یه هد داشته باشه که بچه‌ها حالا مثلا توی اون تیم تو اون بخش دارن کار میکنن و تو با اونا چک کنی. پس اگر آدمی باشی که روحیه کار تیمی رو نداشته باشی خیلی اذیت میشی، یا بعد خودت یه نفر این کار انجام بدی که اصلا عملا امکان پذیر نیست، یا اینکه بعد مدام با بقیه میدونی. و اون روحیه رو داشتن خیلی مهمه ها، اینکه تو بدونی کار مال هممونه، قراره که این خروجیش خوب باشه. حالا اون یکی اینو گفت اینجوری کرد و اینا ما نداریم. آره چون حالا مخصوصا ایونت هایی که شلوغن فکر میکنم خیلی نیاز باشه که همه یک پارچه کار کنن، دقیقاً بتونن همکاری کنن. آره با هم دیگه. دقیقاً. یه چیزی صحبت میکردیم چند روز پیش با یکی از دوستان، متاسفانه ما از مدرسه تیم ورک خوب یاد نمیگیریم. متاسفانه بله. همه اینجوریم که اوکی حالا خودم چیکار کنم، خودم اینو اینجوری چیکار کنم، اینو اونجوری چیکار کنم، و اینکه بخوای همچین کسب و کاری داشته باشی حداقل واردش بشی
بعد این حالا آریان مثال خوبی میزد، مثل مورچه‌های داخل کلونی همه با هم هماهنگ باشن. آره دقیقاً. و خیلی نکته قشنگی بود. ولی خب این که ما میریم ایونت ها، میگم خیلی پردردسر الان، مخصوصا تو تهران. یه مثال چند روز پیش که دیدمت واسم زدی، یه ایونتی رفته بودی. کدوم مثال زیاد؟ نه کدوم؟ اونی که تو فکرت. خب کدوم؟ یه ایونتی رفته بودی و اون شخصو خیلی مدت یه شخصی اونجا باش آشنا شدی خیلی مدت بعد. آره. این دقیقاً اگه واسم مثالشو بگی، این دقیقاً چی میگن، مثال این که چه نتورکی آدم میسازه داخله. ببین خیلی وقت پیشش مثلا یه چیزی جالبی که هستش اینه که من خیلی وقت پیش تو همون تایم که میگفتم ایونت های مختلف دعوت میشدم و میرفتم، مثلا من یک ایونتی رفته بودم و خودم اونجا دعوت بودم، رفته بودم و خب اون موقع اصلا این کارو نمی‌کردم، من اسیستنت بودم. چندین سال بعد یک کلاینتی داشتم که به من گفتن که خب ما یه مراسمی داریم و بیا با هم صحبت کنیم و من رفتم جلسه و همون روز 2 نفر دیگه هم بهشون یه حالا مثلا برنامه یه پیش فاکتوری بهشون داده بودن که اونا بررسی کنن. و جالبه که اون خانوم چهره، این تو خانوما زیادتره چون معمولا حافظه تصویری قوی دارن، چهره منو شناخت و گفتش که شما تو مثلا 5 سال پیش توی ایونت فلانجا بودی، من مانتوی تو رو نگاه می‌کردم از مانتوی تو چون نگاه می‌کردم و خوشم اومده بود، صورت تو رو یادمه. و شاید باورت نشه که من خب اون 2 نفر دیگه‌ای که بودن کسایی بودن که تجربه کاری بیشتری از من داشتن، ولی من از اونجا که اومدم بیرون مطمئن بودم که این کار من میگیرم و اون کار من گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه به حس آشنا دادم بهشون دقیقا. و اینو خب این همون رفتن است، تو میری دیده میشی، آدما تو رو به ذهنشون میسپارن و خیلی ممکنه تکرار شه و چقدر خوبه که به خوبی یادشون باشه. دقیقا همینه، این که آدم بتونی حالا واسه ایونتی که میره واقعا ارزش قائل بشه، نه از این که از سر باز کنم برم اونجا که حالا واقعا ارزش قائل بشه، حالا پرزنتیشنش خوب باشه، رفتارش خوب باشه، هر نکته‌ای که تو شخصیت درست هست. چون صرفا ما نتورک رو به وجود میاریم که یه ریزالت مثبت به ما بده، یک نتیجه مثبت به ما بده. یه نتورکی نمیخوایم بریم اونجا که حالا من دیده بشم دقیقاً، ولی باز ایمپرشنی که میدم، حسی که انتقال میدم یا هر چیزی بخواد منفی بشه. ولی به نظر چقدر ایونت ها توی پیشرفت حالا هر بیزنسی از نگاه کسب و کاری نگاه کنیم؟ اگر یه ایونتی واسه یه آرتیستی که میخواد گالری بذاره، حالا گالری گذاشتن خودش یه ایونته ولی که داخلش یک برنامه مشخصی رو اجرا کنه، یا کسب و کاری میخواد اوپنینگی داشته باشه یا پروداکت جدیدی، یا مثلا حالا هی بخوام فارسی بگم ولی نمیتونم، پروداکت جدیدی رو بخواد معرفی کنه. نمیدونم به هر شکل و نحوی بیشتر روی بیزنس ها تاثیر میذاره. دقیقاً تاثیر میذاره اون ایونت. ببین در کل برگزاری یه ایونت خیلی میتونه تاثیر مثبتی بذاره روی حالا اون هدفی که اون آدم داره. به قول تو میخواد پروداکتش رو نشون بده، میخواد یه محصولی رو نشون بده، میخواد معرفی کنه، میخواد افتتاحیه باشه، میخواد گالری باشه، هر چیزی. ولی خیلی خیلی زیاد من هم خودم، نه چون کار منه، ولی خب من خیلی موافق اینم که برندها حتما این کار رو انجام بدن و اینکه یه پلنی براش داشته باشن. میدونی صرفا اون ایونت این نیستش که تو یه افتتاحیه بگیری و دیگه بری و دیگه هیچ خبری ازت. ببین تو هر از گاهی با ایونت داشتن، حالا اگر که یک برندی هستی که مثلا ثابتی، تو هر از گاهی با ایونت داشتن اولا خودتو به آدم‌ها یادآوری می‌کنی که من حضور دارم و چه کار جدیدی انجام دادم. این مستلزم اینه که تو واقعا اون برندت هی شخصیت اون برنده در حال بهتر و بهتر شدن داینامیک باشه، پویا باشه. آره پویا باشه و تو این پویایی رو در از آدم‌ها رو دعوت می‌کنی که بهشون بگی که ببین من یک برند پویا دارم، من یک کار خلاقانه انجام دادم. تو می‌خوای آدم‌ها بیان که ببینن دیگه یک چیزیو، پس این میتونه خیلی کمک کنه. و ناخودآگاه ببین توی در سطح بزرگتر از ایران بخوای نگاه کنی، برندایی که شروع میکنن به ایونت گرفتن، میخوان هر از گاهی خودشون رو به آدما چی کنن؟ منم چیز شد فارسی که هیچ اصلا هیچی فارسی میخوان یادآوری کنن. آره میخوان دوباره بگن که ما هنوز هستیم، داریم کار جدید میدیم، داریم کار خوب میدیم. و خب این خیلی میتونه به نظر من مفید باشه. یه چیزی رو میخواستم بگم که یادم رفتش توی کاراکتر آدمی که میخواد ایونت پلنر بشه، من یه چیزی یادم رفت بگم، این که همیشه پلن بی داشته باشه، چون برای خودم پیش اومده.
پلن بی نداشتن خیلی میتونه مخرب باشه به شدت، چون که گفتم کلاینت فقط منو میبینه ولی نمیدونه که پشت سر من 20 نفر دیگه است. اگر که نمیخواستم اونجا بگم یادم رفت، ببین اگر که مثلا ساعت 6 صبح راننده‌ای که از بازار گل قرار گلای ما رو تحویل بگیره، اگر که نیم ساعت خواب بمونه، 1 ساعت دیرتر به بازار گل برسه و 1 ساعت و نیم دیرتر گلا رو به دست ما برسونه، ما شاید بخش گلاراییمون 1-2 ساعت عقب‌تر بیفته و خب ما نتونیم اون ایونت رو شروع کنیم. کلاینت من دیگه کاری نداره به اینکه اون آقا اونجا این کارو کرده، با من طرفه، همش منو میبینه. پس من باید همیشه یک پلن بی داشته. اولا که خب درست باید بچینم بچه‌هامو و همیشه یک پلن بی داشته باشم واسه هر چیز غیر مترقبه، چون خیلی پیش میاد. دقیقاً. میگم خودت هم میگی استرس کار خیلی زیادی بالاه، چون یه سری چیزا اوت اف کنترلته، یعنی اصلا گل فروشه آره. بادکنکه نمیدونم عمه مامان بابای اون یکی اونجا مریض میشه، کار شما عقب میفته. دقیقاً تو مثلا حتی چک میکنی وeder رو چک میکنی، بعد یهو مثلا میبینی که یهو آسمون باز میشه و تمام مثلا همون برفی که چند وقت پیش اومد 4-5 روز تمام کار ما رو انداخت عقب. و باید برای اینا میگم آدمی باید باشه که چالش دوست داشته باشه دیگه. بعد مثلا من چشای اعصاب صفر. میدونم که داری یه ورکشاپ ران میکنی. بله. اسمش چیه؟ ورکشاپ ما در مورد 0 تا 100 چیدمان میز سبک گریزینگ تیبل، در اصل میز پذیرایی. آره چون خواستم بریم تو یه ذره غذایش کنیم. طبق معمول هر اپیزود. آره همیشه میریم اون سمت. چی کار میکنی دقیقاً؟ ببین در اصل من با توجه به اینکه خب خیلی بگو اینا خواستم بگم از اول بگو واسمون چی شد اصلا اینو ران کردی، چون داستانشو دوست دارم. آره ببین ما زمانی که خب ما ایونت خیلی زیاد برگزار می‌کردیم، اصلا کار اصلیمون این بود، کار اصلی من در اصل تا زمان کووید. بعد زمانی که این اتفاق افتاد، خب در اصل شغل من اولین شغلی بود که منحل شد، به خاطر اینکه با جمع شدن آدم‌ها با هم همراه بود و قرار شد که دیگه هیچ آدمی دور هم جمع نشه و خب فوق‌العاده شد. مارال بشین خونه. آره گفتن که بشین خونه و خب این یه مدیریت بحران می‌خواست. نمیتونستم بشینم خونه و به این فکر کنم که خب اوکی پس من وای میستم تا تموم شه. اومدم به این فکر کردم و یه بررسی محیطی کردم، دیدم که آدما قایمکی دارن دور هم جمع میشن 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا و گفتم اوکی ما میایم اینو یکم یعنی انعطاف پذیری به خرج میدیم، مدلش رو عوض میکنیم، حالا که اینجوریه میایم میبریمش سمت خوراکی. شما نرین بیرون، ما براتون خوراکی‌ها رو میفرستیم و شروع کردیم پلترای حالا فینگر فود و چیزای اینطوری فرستادن براشون. بعد که کووید تموم شد من می‌خواستم دوباره برگردم بیشتر سمت ایونت، دیدم که خب همون آدما دارن به من میگن که خب حالا این هفتم حالا مثلا به جای مثلا به جای 5 تا پلتر نمیشه 10 تاش، چون دیگه اوکی شده و ما 20 تا مهمون داریم. دیدم خب چه کاریه، نمیشه که فرستاد، بذار من اینا رو بچینم. و این همون چیزی که گفتم توی دانشگاه بهش این نتیجه رسیدم که آقا من اینم دوست دارم خیلی و خوشحالم که کاریو دارم میکنم که زیر مجموعش خیلی زیاده. میدونی همه اون فیلدهای ذهنی منو میتونه بگم. ما الان توی ایرانه که همه کارا رو توی ایونت پلنر میکنی، غذا رو تو انجام بدی، گل رو تو انجام بدی، صفر تا صد همه رو مجبوری تو انجام بدی. آره نیست یکی فلوریست باید خودش بیاد انجام بده، تو ارگانایز میکنی. ولی فلوریست میاد خودش انجام میده، دکور خودش میاد انجام میده، بازم ارگانایزیشنش با تو ولی اجراش دیگه با تو نیست. ما تو ایونت ها اینجوریم دیگه، مثلا اتودشو من میزنم ولی بچه‌ها میان انجام، مگه اینکه اشالش کوچیک‌تر باشه. بازم تیم ماراله. بازم بچه‌های خودمون. آره. و اینکه خلاصه دیدم که این چیدمانه و این چیدمانه رو خب شروع کردیم و دیدم که خیلی هم خب آدما دوستش داشتن و اومدیم سر ورکشاپ. یعنی تقاضا زیاد بود برای اینکه خب چرا اینو یاد نمیدی به ما. راستش رو بهت بگم من برای که می‌خواستم ورکشاپ بزنم خیلی استرس داشتم، از اینکه میترسیدم که خیلی بلد بودم ولی میترسیدم که نتونم اون چیزی رو که بلدم رو انتقال بدم و گفتم اوکی اینم یه چالش دیگه، حالا یه بار انجامش میدم. خیلی استقبال خوب بود و باعث شد که خب 6 دوره گذاشتیم تو سال پیش که گذشت و کلی بخوام بهت بگم ببین این سبکی که ما توی ورکشاپ در موردش صحبت میکنیم، سبک گریزینگ تیبل، از واژه گریز کردن میاد، یکم معنیش عجیبه، در از چریدنه ولی ولی در مورد میزیه که مهمون تو وقتی که میاد سمتش به هیچ عنوان دست خالی بر نمیگرده
یک میز بسیار شلوغ با آیتم های بسیار متنوع و تمام طعم‌ها رو داره. حالا بسته به اینکه تو سبک مهمونیت میتونه چجوری باشه، ترش، شیرین، شور، نمیدونم همه چی، میوه داره، پنیر داره، همه چی. و یه چیزی که فوت کوزه‌گری اینه که دوست دارم تو ورکشاپ‌ها اینو هی درم روش صحبت کنیم و یاد بگیرن، اینه که نظم در این بی‌نظمی داره. تو از دور که می‌بینی یک میز بسیار شلوغه که فکر می‌کنی که میتونی شبیهشو بچینی، بعد که می‌خری میریزی همه رو میز می‌بینی این اصلا با اون خیلی متفاوته. همین می‌خواستم بگم. الان حالا من از تو شنیدم برم فردا شروع کنم تعداد چیدن. خب اون نکته‌ای که ما باید یاد بگیریم، حالا ما باید تو کل ورکشاپ بشینیم بفهمیم نه خواهش کنم. من به شما الان یک چیز کوچیکشو میگم که متوجه همون نظم در این بی‌نظمیه. این که تو چجوری آیتم ها رو در کنار همدیگه قرار بدی، آیتم های خوراکی تو که هم خراب نشن، هم مهمون دوست داشته باشه بخوره، همین که حتی جاهای رنگ بندیشون، و از همه مهمتر این که تو چجوری اون میز رو بچینی در بخش زیرسازی. یعنی ما میایم با ظروف یعنی پله پله با بچه‌ها میریم جلو، اول تو بخش زیرسازی، بعد تو ظروف میایم ارتفاع میزمون، وزن میزمون، اینکه از دور نگاه میکنن قرینه باشه، یه بار سنگین‌تر نباشه، اینا رو همه رو پیش میریم. بعد تو حالا می خوراکیاتو روی اونا میچینی و اون زیرسازی است که اون نظم رو میده، چون این سبک شلوغیه. ما از نظم در زیرسازی شروع میکنیم، بی‌نظمیمون رو میریم رو خوراکی‌ها و به خاطر همین تو وقتی میبینی انگار از قبل این خوراکی‌ها خط کشی شدن، ولی خب خیلی هم شلوغ چیده شدن. اون بحث جالبیه، بحث خوشمزه‌ایه. خیلی هم خوشمزه است. به عنوان یه ایونت پلنر اگه بخوای یه حرف دلی بزنی. حرف دل؟ آره، چون کار شلوغیه، خیلی انتظار ازت بالاه، خیلی حالا وقتی که قرار می‌بندی داخل وارد کار میشی، خیلی میدونم خیلی ایونت های عجیب و غریبی ران میکنی، درباره خیلیش نمیشه صحبت کرد. بله درباره خیلیش میشه صحبت کرد. یه چالش اصلی ممکنه این وسط داشته باشی، حالا ممکنه کلاینتت باشه، ممکنه کاستومرت باشه، فکر میکنی چیه؟ ببین چالش خیلی زیاده، ولی اگر بخوام حرف دل بزنم اینه که اگر واقعا میخوان کار کنن با همون، واقعا اطمینان کنن. چون همیشه تجربه بهم نشون داده خروجی کارهایی که هم بهم گفتن چرا مثلا اونایی که دوست دارن همشون خیلی بهتر میشه از اونایی که تو نمیشناسی. این اصلا هیچ تفاوتی نیستش. داستان اینه که اونا اصلا به من نمیگن تو چی کار کن، میگن ما اینو داریم خب برو، و خیلی عالی میشه. و زمانی که نمیسپرین کامل به ما آدم‌هایی که کارو انجام میدیم خیلی سخت میشه. یعنی استرس رو چند برابر میکنین، بعد ما میمونیم بین نظر شما و اون چیزی که واقعا باید اجرا بشه. اگر میخواین که این کار بکنین لطف کنین واقعا 0 تا 100 رو بسپارین به خودمون و اینقدر اذیت نکنین لطفا. اگه در اصل شما وقتی داری به ایونت پلنر میگیری، میخوایم بار رو دوشت بره، تو تارگتتو میگی، هدفتو میگی و آره میذاری خدا حافظ تا روز ایونت دقیقاً خودش اجرا بشه. بله خیلی ممنونم ازت. ممنونم، متشکرم. خیلی یاد گرفتیم ازت، خیلی شیرین با همون صحبت کردی. مرسی، لطف داری. مرسی. امیدوارم که تو مسیرت همینجور در ادامه پیشرفت باشه. خیلی متشکرم، ممنونم. بازم پیش ما باشی. مرسی، حتما. ممنونم از دعوتت. قربونت بشم. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی.